این بود که من گفتم آقا دعوای این منطقه خاورمیانه سر نقشه خاورمیانه، سر جاده ابریشم. یعنی قرار بود که هر چی کالا از اروپا میاد بره تو اسرائیل، از اسرائیل بره به آسیا، هر چی کالا از اسرائیل میاد، از آسیا میاد، از اسرائیل اینجوری بره اونجا، اینا هم پولشو بگیرن. عربستان میگه آقای نتانیاهو اوکی، خیلی جاده خوبیه، سودم من دارم میارم، چه از عربستان بعد بری دیگه. خیلی خوب. اما عربستان پشت دلش میگه اگه حزب الله بره، حماس بره، مصر بره، اردن بره، اسرائیل قوی میشه. پس این نقشه خاورمیانه وقت خوبی که دو کشوری باشه، یعنی فلسطین اسرائیل. چرا؟ چون تو این فلسطین ما یواشکی پول می‌رسیم، سیستم می‌چینیم، هر وقت اسرائیل خواست پر رو بازی در بیاره یه موشک می‌زنه. دلار دستشویی توش، نفت دستشویی توش، ارز دستشویی توش، خاورمیانه ملتهب، التهب و یلتهب و التهاب حل نمیشه. برای ما نتانیاهو گفتم آقا حاجی کلا مسیر اشتباه میری.